Moin Moin, ich bin Avan und das ist meine Reise mit Deutsch. حالا امروز اومدیم با یادگیری واژه نملیش. یعنی چی؟ کجا ازش استفاده میکنیم و چه فرقی با while داره. Let's get das Wort nämlich bedeutet auf Persisch چون که در واقع یعنی وقتی میخوایم یه دلیل یا توضیحی برای جمله قبلمون بیاریم. خب ذات پوزیشنش چیه؟ یعنی جایگاهش تو جمله چجوریه؟ بریم بررسی کنیم. بچه‌ها ما نملیش رو نمیتونیم اول جمله بیاریم. یا جاش بعد از فعله یا بعد از فاعل. چون حرف ربط نیست مثل و فعل رو جابجا نمیکنه. اختون نملیش قید نیست و مثل وایل نمیتونه فعل رو جابجا کنه، پس جایگاهی هم تو جمله نداره داره. بریم یه چند تا بایشپیل با هم بررسی کنیم. Ich bleibe heute zu Hause. Ich bin nämlich krank. با من تکرار کن. Ich bleibe heute zu Hause. Ich bin nämlich krank. من امروز خونه میمونم چون مریضم. Er kommt später. Er hat nämlich viel zu tun. با من بخون. Er kommt später. Er hat nämlich viel zu tun. اون دیرتر میاد چون کار زیادی داره. Sie spricht sehr gut Deutsch. Sie wohnt nämlich in Deutschland. با من بخون. Sie spricht sehr gut Deutsch. Sie wohnt nämlich in Deutschland. اون خیلی خوب آلمانی صحبت میکنه چون تو آلمان زندگی میکنه. الان بیام با هم دیگه توی یه جمله با وایل مقایسش کنیم. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Oder? Ich bin nämlich krank. متوجه شدید؟ من که متوجه شدم. Jetzt bist du daran. Schreib mir einen Satz. Nämlich in die Kommentare. و یادت نره برای آموزش بیشتر ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب کن. مامان